سلام دوستان، با تکنسین سنتر همراه هستید. یه مشکل اساسی داریم که 100% شما هم برخورد کردید و کلافه کننده هست بعد از نصب ویندوز. ببینید، من گوگل کروم دارم و فرق نمی‌کنه گوگل کروم، موزیلا و یا مایکروسافت ادج. وقتی که باز میکنم اتوماتیک بسته میشه و ببینید و اجازه نمیده من سرچ بکنم و استفاده کنم. تنها کاری که باید انجام بدید توی قسمت CMD ران، خب توی قسمت ران MS config که می‌نویسید اوکی رو من میزنم، میام سرویس. ببین اینجا بگی که تمامی سرویس های مایکروسافت رو برای من پنهان کن، خب مخفیش کن. بعد میام اینجا دیزیبل آل رو میزنم، خب دیزیبل میشه. بعد دوباره مراجعه میکنم و استارت آپ اوپن تست منیجر رو میزنم. اینجا دو تا گزینه داری، یکی مایکروسافت آن درایو هست. من میام اینجا و اگه انیبل هست من دیزیبل برای من، خب اگه انیبل بود برای شما ببینید دیزیبل بزنید. بعد یه گزینه دیگه هم هست اینجا که جلوتر کشم ببینید. خب ببین مایکروسافت سکیوریتی نوتیفیکیشن هست. من میام اینجا ببین انیبل قبلا من خب دیزیبل میکنم. خب ببین دیزیبل و مایکروسافت آن درایو هم دیزیبل. این تو دیزیبل وقتی که اینو میبندم و میام اپلای رو میزنم، اوکی میزنم، ریستارت میشه. با هم دیگه یه بار هم گوگل کروم رو هم مایکروسافت ادج رو تست بکنیم و ببینیم مشکل اتوماتیک بسته شدن گوگل کروم و یا مایکروسافت ادج برطرف میشه یا نه. 100% به مشکل برمیخورید و میتونید از طریق این روش به راحتی مشکلتون رو برطرف بکنید. برای حل این مشکل راه‌های زیادی هست. مثلا بعد افزار میفته روی گوگل کروم یا نرم افزار مالور رو نصب میکنه و اسکن میکنه، بعد افزار رو از بین میبره. ولی این راه بهترین راه و آسان‌ترین راه هست که میتونید استفاده کنید. من الان گوگل کروم رو باز میکنم و میتونید راحت سرچ هم انجام بدید. ببینید بدون اینکه بسته بشه گوگل کروم و حتی مایکروسافت ادج، مشکل ما همینجا برطرف میشه با این گوگل کروم و میتونید استفاده کنید. ببینید شما موزیلا حتی دانلود کنید استفاده کنید به مشکل بر نمیخورید. خیلی ممنونم که با تکنسین سنتر همراه هستید و آموزش‌های ما توی یوتیوب و اینستاگرام به صورت خیلی سریع یاد میگیرید و بدون اینکه زمان از دست بدید، بدون اینکه با کسی تلفنی صحبت بکنید و منتظر باشید اون به شما جواب بده و یا لپتاپتون رو حمل کنید ببرید به یه مغازه‌ای و اونجا بشینید و هزینه رو پرداخت بکنید، منتظر بمونید. چون من این مشکلات رو داشتم قبلا، بر من لپتاپ می آوردن همین چیزای کوچیک 1 ساعت 2 ساعت معطل می شدن و هزاران داستان داشتیم توی ایران. ولی خدا رو شکر تونستیم که برطرف بکنیم با این کانال و بتونیم برای شما دوستان عزیز سریعتر یاد بگیرید و مشکلات خودتون رو خودتون برطرف بکنید و ما هم در خدمت شما هستیم. سوالاتی اگه داشتید در مورد تعمیرات سارفیس، مکبوک و لپتاپ های دیگه میتونید اینستاگرام پیام بدید و من پاسخگو خواهم بود. روز خوبی داشته باشید.